سوره شمس یعنی آفتاب در مکه مکرمه نازل شده است و از 15 آیت عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم به نام الله بخشاینده مهربان. والشمس وضحاها الله سوگند یاد می کند. سوگند به آفتاب و رفشنیش به هنگام چاشت. والقمر اذا تلاها و سوگند به ماه چون از پی آن برآید. والنهار اذا جلاها و سوگند به روز چون دنیا را روشن کند. واللیل اذا یغشاها و سوگند به شب چون روز را بپوشد. والسماء وما بناها و سوگند به آسمان و به آن که آن را بنا کرد. والأرض وما طحاها و سوگند به زمین و به آن که آن را پهن کرد. ونفس وما سواها و سوگند به نفس آدمی و به آن که نیکویش بیافرید. فألهمها فجورها وتقواها سپس شناخته بدیها و پرهیزگاری‌هایش را یعنی راه بد و نیک را به او الهام کرد. قد افلح من زکاها همانا کسی که نفسش را پاک داشت نجات یافت. وقد خاب من دساها همانا کسی که نفسش را پلید ساخت و آن را در معصیت عادت داد هلاک شد. كذبت ثمود بطغواها قوم ثمود پیامبرشان را از روی سرکشی خود دروغ برآوردند. إذ انبعث أشقاها و آنگاه که بدبخترینشان برخاست و رفت برای کشتن شتر. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها پیامبر الله صالح علیه السلام به آنها گفت که به اشتر کار نداشته باشید. همانا این معجزه الله است و او را از نوبت آبش باز ندارید. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها او را دروغ برآوردند و اشتر را کشتند. پس پروردگارشان به سبب گناهشان بر سرشان عذاب آورد و به خاک برابر ساخت. ولا يخاف عقباها و او تعالی بعد از فرود آوردن عذاب از عاقبت کار آنها نمی ترسد.